دوستان اگر میخواید بدونید داخل ایران چه خبره، لطفاً این صدای این بانویی رو که دارم براتون پخش میکنم تا پایان گوش کنید و پس از اون بفرستید برای هر کسی که میتونه کمکی بکنه به مردم ایران و باید به گوشش این صدا برسه و بدونه که داخل ایران چه داره میگذره بر مردم. نمیدونم چجوری باید بگم صحبتام که منسجم باشه، ولی اصلا هیچ کس الان صدای ما رو نمیشنوه. ما قشنگ توی یه دونه انگار که یه اتاق بسته افتادیم، هر چی داد میزنیم صدامون رو نمیشنون. هیچ کس پاسخگو نیست. الان 2 ماه شد اینترنت قطعه، کلی کسب و کار نابود شده و داره نابود میشه. تمام مشاغلی که آنلاین بودن، خدماتی بودن، همشون دارن نابود میشن. ما هر روز داریم زنگ میزنیم، نمیتونیم هم بریم بیرون. کجا بریم اعتراض کنیم؟ هر جا بریم ممکنه یا بگیرنمون یا بکشنمون و اصلا ازش اونقدری که باید صحبت نمیشه. ببین نمیدونم چه جوری باید این درموندگی که هست رو بگم. ببین یه چیزی رو بهت بگم، ما خیلی دوست دارم بشنوید. الان خب اینترنت که بود، خیلی از بچه‌ها داشتن کار می‌کردن تو هر حوزه‌ای، بالاخره داشتن یه درآمدی رو در می‌آوردن که خوب بود، از درآمدی یه کارمند دولت بیشتر بود. الان توی این مدت من حدوداً یه ماهه به تمام آگهی‌هایی که تو دیوار هستش برید امتحان بکنید. تمام آگهی‌هایی که تو بخش منشی، مدیر داخلی و حقوقای بالای 80 میلیون یا 50 میلیون زدن، همشون وقتی بهشون پیام میدید، رزومتون رو می‌فرستین، ازتون عکس قدی می‌خوان، اصلا یه چیز دیگه است آگهی. یعنی اصلا یه فضای خیلی فاجعه شد، چون عملاً شغلی نیست. شغلی هم باشه همه با درآمد 20 تومن 30 تومانی هست که اونم واسه شرکتایی که تعدیل نیرو کردن میخوان نیرو جدید بگیرن که حقوق کمتر بدن و 60% افزایش حقوق ندن. ببین الان یعنی دیگه اصلا نمیتونیم ادامه بدیم زندگی. مسئله اینه که الان افتادیم توی یه دونه باطلاقی که اصلا نمیتونیم نجات پیدا کنیم. الان 2 ماه اینترنت قطع، هیچ جامعه جهانی هیچ ریاکتی نشون نمیده. من نمیدونم این همه راجع به غزه میرن بیرون تظاهرات میکنن، این همه تو کشورهای مختلف 2 ماه مردم ایران اینترنت ندارن. یعنی یه چیزی که حق طبیعی بوده. ما از همه طرف تو هر اتفاقی ما فقط له میشیم. چرا هیچ اینترنتی به ما نمیرسه؟ چرا هیچ صندوقی درست نمیشه که آدمایی که الان بیکار شدن رو بتونه پوشش بده؟ من خواهش میکنم شماهایی که تو کشورهای دیگه هستید، خواهش میکنم ازتون از اینترنت بگید. این چیزی که من میبینم و دارم زندگیش میکنم، اینترنت دیگه وصل نمیشه اینجا. دیگه وصل نمیشه. هیچ کس واقعا بهش اهمیت نمیده. اون چیزی که شما دارید میبینید توی توییتر از زندگی روزمرهشون میذارن، یا تو اینستاگرام که اصلا یه چیزی میذارن، اون واقعیت جامعه نیست واقعا. من نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی واقعا من خودم به شخص هیچ امیدی ندارم به اینکه اتفاق مثبتی تو ایران بیفته و واقعا ما اگر همین وضعیت پیش بره، واقعا باید به فکر پناهنده شدن بیفتیم تا چند ماه آینده. الان 10 میلیون شغل حداقل رو به نابودیه و هیچ کس نیست که توی کشور، یک نفر نیست که پاسخگو باشه و ما هیچ راه نجاتی نداریم. من خواهش میکنم از هر کی که تریبون داره، هر کی که میتونه صحبت کنه، میتونه برسه به یه ارگانی توی این جهان، چه میدونم حقوق بشر، خواهش میکنم یه نفر برسونه. 2 ماه تو این مملکت اینترنت قطع، تورم فاجعه مواد غذایی هستش. خواهش، یعنی اینجا الان امنیت غذایی نداریم، امنیت جانی نداریم، امنیت مالی نداریم. ما دیگه چه جوری باید اینو برسونیم به گوش دنیا؟ من نمیدونم، من میدونم شاید الان این درد و ناله من براتون جذاب نباشه، ولی خواهش میکنم اگر میخواید آخر هفتهتون رو بذارید برید تظاهرات، به این فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته بپردازین. به فکر ایران باشیم، انقدر به پر و پای هم نپیچیم. به فکر ایران باشیم. پاینده ایران، جاوید شاه.